سلام و درود. امروز من یک راز رو بهتون بگم که هیچ که تا حالا بهتون نگفته. تشریف بیارید. این پلاک رو ببینید چقدر دندون که مثل کشمان نمونه، ولی این خاکش باید پودر تر باشه. خب این مسئله دوم میگم که چرا شوره میزنه. خب شوره به خاطر یک ماسشه. خب ماسه شسته یا دوبار شسته باشه. این از سیمان باید تیپ 2 باشه که اصلاح شده یا تیپ 5 باشه که آری از سولفاته. این دو و مهمتر از همه زنجاب کردن آجره. این آجره باید به مدت 12 ساعت تو آب باشه. خب آجرهای گرم و زیبره اینا به مدت 3 ساعت املا هر چیزی ازش خارج بشه و آماده ملاد چسبیدن بشه. چون آجر خشک باشه ملاد بهش نمیچسبه. این پست رو بفرست برای هر کی که کار ساخته